درود دوستان، ورزشگر MMA تاجیک با لقب سنایپر به زینه بالا میبراید. انیس یعقوبوف با رکورد 9-1 به لیگ مانگو پروفشنال لیگ شرطنامه بست و امیدواریم که به نزدیکی مسابقه او اعلان می شود و من به شما حتما این رو میرسونم. مانگو این لیگ ازبکستانی است و اگر ما اون رو با زبان تاجیکی ترجمه کنیم، کلمه مانگو این جاویدان می باشد و ورزشگری جاویدان، یا که با زبان اگر روسی ترجمه کنیم بسمرتنی ووین، کلمه مانگو بسمرتنی جاویدان. و امیدواریم که انیس یعقوبوف در این لیگ جاویدان مثل ستاره می درخشد و قهرمان این لیگ می شود. دوستان، فکر خودتان رو در این بابت نویسید و دعا کنید که انیس یعقوبوف در لیگ مانگو قهرمان شود و پرچم تاجیکستان رو بردارد. دوستان، فکرتان رو نویسید در بابت انیس یعقوبوف به لیگ مانگو شرطنامه بستند که شما چی فکر دارید؟ او میتواند چمپیون شود و مثل ستاره درخشد در لیگ مانگو؟ من از انیس یعقوبوف باوری دارم و امیدوارم که او قهرمان بشود، چون که لقب او سنایپر هست و برای چی او رو سنایپر لقبش رو ماندن؟ چون که همیشه دقیق اشتباهی رقیبش رو همیشه دقیق پیدا میکند و ضربه میزند که رقیبش رو نکاوت کند. برای همین لقبش سنایپر هست و فکر میکنم که در وزن انیس یعقوبوف ورزشگران خیلی زیاد هستند و ما امیدواریم که او بین این ورزشگران چمپیون خواهد شد. دوستان، ازبکستان اونقدر دور نیست. انیس یعقوبوف میتونه در تاجیکستان آماده شود و رود و محاربه خود را در ازبکستان گذراند و شاید که مانگو در تاجیکستان هم مسابقه های خودش را تشکیل کند و ورزشگران تاجیک هم در اونجا چی کنند. این یکمین ورزشگر است که در لیگ مانگو از تاجیکستان شرطنامه بسته است و ما امیدواریم که ورزشگران تاجیک در این لیگ زیاد میشوند و پرچم تاجیکستان را میبردارند. دوستان، فکر خودتان را در این بابت نویسید در لیگ نو انیس یعقوبوف و تمنیات خود را در کامنتاریا نویسید و دعا کنید که انیس یعقوبوف قهرمان لیگ مانگوی ازبکستانی شود. در کانال مشت تاجیکی ابونه شوید و من حتما اعلان مسابقه انیس یعقوبوف را به شما میرسونم. خدا یارو یاورتان بود.